سلام بر شما. با درس‌های آموزشی الفبای فارسی خوش آمدید. الفبای فارسی برای ifade آوازها یا آواها 32 حرف و چند علامت دارد و از طرف راست به طرف چپ نوشته می شود. برخلاف خط سیریلیکی از طرف چپ به طرف راست نوشته می شود. برای اینکه این درس‌ها را شما زودتر یاد بگیرید از شما خواهش می شود یک دفتر راه اندازی بکنید و محتوای این درس‌ها را در این دفترتان بنویسید تا اینکه با تکرار آنها زودتر محتوای این درس‌ها در یادتان بماند. حالا به پیش برایتان موفقیت می‌خواهم. درس نخستین الفبای فارسی ما را از حرف الف شروع میکنیم که به این شکل نوشته می شود. طوری که میبینید اینجا شکلی دانه گوگرد را دارد و حرف الف اساساً آواز آ را ifade می کند. حرف الف در مابین و در آخر کلمه به این شکل نوشته می شود. اما در اول کلمه شکلی نوشتش این طور است. یعنی همون دانه گوگرد و بالای سرش این خط را میگذاریم، یک خطی موج مانند، و این خط را در الفبای فارسی مد میگویم. حرف دومی که میخواهم برای شما معرفی بکنم حرف ب است که به این شکل نوشته می شود. یعنی ببینید به این شکل و زیرش یک نقطه دارد. این حرف ب آوازی ب را ifade می کند. حرف ب در علاهیدگی و در آخر کلمه به این شکل نوشته می شود که زیرش یک نقطه دارد. ما شرطاً این شکل را ب کلان گفته ایم، اما اگرچه در الفبای فارسی مفهوم حرف کلان و حرف خرد وجود ندارد و در اول یا مابین کلمه حرف ب به این شکل نوشته می شود. ببینید مثل همون شکل علاهیده یا در آخر کلمه است و اما نیمی آن را تشکیل می دهد. نیمی این حرف را اگر بگیریم اینجا می شود، ببینیم به این شکل، و این در اول یا مابین کلمه می آید و ما این را هم شرطاً ب خرد نامیده ایم چون که برای شما آموختن را آسان بکنیم. به خاطر اینکه در الفبای سیریلیک یا الفبای تاجیکی ما مفهوم های حرف خرد و کلان وجود دارد. و حالا از هر دوی این دو حرفی که برایتان یاد دادیم کلمه می سازیم. ببینید اینجا حرف الف است که بالاش یک خط دارد و این شکلی نوشتی الف در اول کلمه است و آ است. این آ و این حرف دیگرش که میبینید با سرخ اینجا نوشتم و زیرش نقطه دارد، حرف ب، هر دوش میشود چی؟ آب. یک نکته رو میخواهم برایتون بگویم که حرف الف با حرف بعد از خود چی پیوست نمیشد، همان گونه که در کلمه آب دیدیم. ببینید هر دو حرف جدا نوشته شدند. این قاعده است. حرف الف با حرفی که بعد از آن می آید پیوست نمی شود. و کلمه دیگر می سازیم ب و آ. اما در این کلمه حرف الف با حرف ب که پیش از آن آمده است چی پیوست شده است و این قاعده است. حرف الف با حرف پیش از خود اکثر وقت پیوست می شود و در اینجا همون قاعده رو می بینید که ب، حرف ب با حرف الف پیوست شده است و با شده است و اینش هم ب و الف با شده است، هر دو شد با. همون گونه که میبینید حرف الف با حرف پیش از خود در کلمه با و در کلمه با چسبیده است که حرف پیش از آن حرف ب است. اما حرف ب هم با حرف پیش از خود و هم با حرف بعد از خود پیوست می شود و کلمه می سازد. و حالا چند کلمه را اینجا برایتون نوشتم که
الکه این کلمه ها شاید برای شما آشنا باشند. آ ب چی شد؟ آب. بازم آ ب چی شد؟ آب. و اینجا هم آ ب آب، آ ب آب، آ ب آب. اینجا ب الف با، ب الف با. و همین خیلی همه این کلمه ها من مشق کردم برایتان اشتم میشد. با 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 با. و در این خط پایانی با 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 با. خب این درسی نخستینمان بود برای شما. ما در درس‌های آینده باز حرف‌های دیگر رو برایتان یاد می‌دهیم. دوستان گرامی، اگر این درس خوشتان آمده باشد زیر آن گذاشتن لایک یا لایک را فراموش نکنید و اگر خواسته باشید کانال ما را امضا بکنید، عضو آن بشوید و اگر خواهش داشته باشید می توانید پیوند یا لینک این ویدیو را برای دوستانتان، برای نزدیکانتان بفرستید تا اینکه آنها هم اگر خواسته باشند با آموزش الفبای فارسی شروع کنند. تا درس‌های آینده موفق و در پناه خدا باشید.